در نوشته آمده است که انسان اگر زبان 20 کشور را دانسته باشد ولی زبان دل را فهمیدن نتواند، او زندگی را باخته است. بیننده عزیز سلام، برنامه نوبتی پیراهه است و در این پیراهه ما خواستیم از پیراهه طی کرده عالم سخن بگوییم که نقشش در آموزش علم زبانشناسی کشور بسیار بزرگ است. پیش از همه از درس‌های استاد بهره‌ور شدیم. از استاد ما طرز تعلیم دادن، طرز تربیت دادن را آموختیم. سمت شناخت کلمه همچون واحد مرکزی زبان استاد ما کارهای زیادی را به انجام رسانیدند. شخصیتی هست که در ساحه علم اعتراف شده هستند. شخصی صاحب احترام و صاحب مقام زمان ما میباشد. پیراهه طی نموده هر شخص عجیب است. بسیار هنگام ما به کسب و کار و عنوانهای کسی دقت میکنیم ولی درک نمیکنیم که برای به این مرتبه رسیدن او چقدر زحمت کشیده است. معلوم است که نسبت به دیگر ساحه‌ها موفق شدن در راه علم مشکل تر است و در این پیراهه نه همه قدم گذاشته میتواند. پروفسور حمید مجیدوف زاده دهه چاره‌کاران ناحیه حصار است. زمان نورسی حامد و زمان جنگ بزرگ وطنی راست می آید. پیش از انقلاب حصار یکی از مرکزهای همین بخارای شرقی بود و قشلاق ما از قلعه حصار اونقدر دور نیست. تقریبا یک 15 کیلومتر است. ممکن چاره‌کاران نام سالهایی که من مثلا خود بودم این ناحیه استالین آباد می‌بود. ناحیه استالین آباد مرکزش هم یکاچیار بود. دوره بچگی ما به سالهای جنگ طور آمد. پدرم در جنگ بود. آنچه که در خاطر مانده است همین سالهای اول چین بسیار خود بودم. پدرم بسیار نظم میدید من هر جا که رود حتی بازار رود در کنی اسبش بسته منم میبرد یا اونجا مهمانی رود میبرد یا خانه خشتبار رود میبرد. همین چیزا در خاطر مانده. با امر تقدیر پدر حامد چون دیگر مردان دیار به جنگ می رود و حامد و برادرانش در تربیه مادر می مانند. حامد مجیدوف می گوید هرچند زمان جنگ بود ولی ما چون دیگران عذاب و عقوبت ندیده بودیم، زیرا پدرم می دانست که در نبودن او ما عذاب می کشیم. به این خاطر ذخیره نان و گندم را کرده بود. با وجود همین سختی زندگی مادرم تا به آخر جنگ آورد. در خاطرم هست که ما خیلی مثل عائله های دیگر عذاب کشیدگی دیدیم، سختی های زندگی دیدیم، لیکن اون عذابی که بسیار مردم کشیدن ما ندیدیم. چون که پدرم بسیار یک آدمی همین حساب کار را میدانست، عائله تامین کرده رفته بود. همین چیزهای پیدا شده در خاطرم مانده است. سالهای جنگ کار چی بود؟ با قول مرزا ترسونزاده خاکبازی و آببازی منحل بود. ما اگه همین یک پیاله شیر و یک بردن آن مادر میداد میخوردیم و کوچه میبرامدیم. این طرف از چاره‌کاران تا جای بادام جای بازی ما بود. بعد بازگشت از جنگ بزرگ وطنی پدر حامد در کلخاز به کار می درآید و وضع زندگیشان نسبتاً خوب می گردد. حامد هرچند خردسال بود ولی همیشه به والدان خیش دستیاری می کرد و بدون هیچ یک مشکلات آینده خیش را تصور می نمود. پدرم آدم بسیار دنیا دیده و بود. آدم شناس بود. من حاضر از فکر میکنم پیش از جنگ و بعد از جنگ در کلخاز ظرف‌ها شده کار میکرد. یعنی یکی از همین فیگورهای بسیار نمایان قشلاق حساب میشد و همه چیزی کلخاز در دست اینها بود. از این نقطه نظر ما همون دور زندگی نقد داشتیم، اما این دیر دوام نکرد. سالهای بعد همچون کلخازچی عادی هم کار کرد. حامد مجیدوف میگوید که زمان کودکیش در دیه سپری گشته است و هنگام نورسیش هرچند به آموزش دقت میداد
ولی بیشتر در صحرا گذشته است که از این زمان آنقدر راضی نیست. همون دوری کهنه شنیدیم، دوری همون بچگی ما، این دوری کلخوزی بود. مردم در کلخوز کار میکرد، در پختزار، همه زمین ها پختزار بود. زمین خالی، بیخانه خیلی نبود. در نزد حولیتان اگر زمین باشد خوب، لیکن اگر نباشد دیگر یکون حق حقوقی باز از دیگر جو زمین گیری نداشته. همین خیلی یک دور بود. کار در صحرا بسیار وضبیل بود، کاری وضبیل بود. مردم مثلا از پگویی افتاب ولی نبر آمدن و کار می رفتن، در بیگویی های روی در تاریکی می آمدن. مثلا سالهای جنگ، بعد از جنگ، من خودم سالهای بعد از جنگ از جای پدرم، بعد از جای مادرم کار میکردم. شاید همین چیزها بعضا به خاطر میرسد. من اونقدر مثلا از دوره خردگی بوده بچگی راضی هم نیستم، چون از بسیار خردسالی من محنت شروع کردم. من بعضا نقل میکنم به بچه ها، همین نه فقط چابک میگفتن وقتا، با کلند گرد پخته ملایم کردن و هر روز تو باید چند متر کوادراتی باید اون چیز کنی، اوبیل کنی، چیز کنی. بعد از روی همین به تو مثلا روز مهنت میرسد. نخستین دانش را حامد مجیدوف در مکتب 4 ساله دهه‌اشان میگیرد و بعداً به دهه همسایه رفته تعلیم را دوام میدهد. او میگوید آن زمان یگانه قهرمانی که میدانستیم استادان ما بودند که به ما سبق میدادند. نخستین حرف و صدا را و طرز لباس پوشی و قدم زنی را ما از آنها میآموختیم. مکتب جایبادان بسیار مکتب جای آباد بود. در همین مکتب بسیار یک معلم های پرقوت بود در ساحه تاریخ، ادبیات، فنهای گومانیتری. ما به همین چیزها بسیار ذوق و شوق پیدا کردیم و مخلص های همین معلم ها بودیم. مثلا همین یگانه به قول چیزهای پرستش ما معلم هم بود. شخصیت های می پرستیدیم معلم های ما بود و یک معلم بسیار همین معتبر از جمله معلم های خوب که زبان ادبیات درس میداد فقط با ما مشغول میشد. همین ما درس های وی حالی هم از یاد میبریم، چون که درسش بسیار ذوق آور میگذشت، بسیار دلنشین بود. از اول تا آخر همین گوش و هوش ما گوش میکردیم. بعد رفته من مینوشتنی هم شدم، هرچی میگفت مینوشتم. مخصوصا بلغت و ترکیب باره‌های عجیب، مثلا ضرب مثل مقاله ها دقت میکردم. من یک لغت کردم، حتی لغت حالی هم هستم یک لغت ساختم و هر چیزی که میخواندم از کتاب ها، چون که کتابخانه اصلا در همون مکتب ما شروع کردیم. یکمین بار کتابخانه من در همونجا دیدم، در اقتصاد ما نبود. برای انتخابی که از پیش از همه برایش صمیمیت استادان مکتبیش سبب شده است. پدرش تنها میخواست تا فرزندانش صاحب علم باشند. حامد مجیدوف سال 1956 حجت‌هایش را به دانشگاه دولتی تاجیکستان، امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان میسپارد و آنجا صاحب نام دانشجو می شود. او میگوید از مکتبشان بسیاری ها حجت سپریده بودند، ولی میان آنها تنها به او میسر می شود تا در دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شود. دیگران راه می گیرند به دانشگاه های دیگر. مقصد به دانشگاه داخل شدن و هم کسب معلم شدن از مکتب با وجود آمد. از همین معلم بسیار دانشمند ما که فامیلشون محمدیف بود، زیدالله، یک یکی جوانک بود، از فرانت آمده بود. بسیار با مهر و محبت درس میگفت
و زبان مادری بسیار نقض میدانست. زبان مادری زبان تاجیکیه. شاید همین باعث شد که ما یک گروه یک منده یک گروه رفتیم، لیکن از بین وقتا فقط من داخل شدم، دیگرش داخل نشد، چون که اون سالها اونقدر برای آنهای نزدیک اعتبار نمیدادن. همین از ناحیه های دور اگر باشد باباهای پستم قبول میکردن، اما از گرد به اطراف دوشنبه بیشتر وقت باباهای بلندم بچه ها قبول شدن نمیتونن. مثلا هم رفیقای من همش امتحانه باباهای 4 سپاری دارن، قبول نشدن. از آن من از 6 تا امتحان وقت 6 تا امتحان بود. از 6 تا امتحان 1 تا 4 داشتن، دیگرش 5 من قبول کردم و قبول نشدن. دانشگاه برای حامد مجیدوف دنیای دیگر بود. در صحبت دانشمندان معروف بودن و دایر به مهمترین بخش‌های علم سخن کردن برایش محبت علم را بیشتر می‌نمود. تمام معلم‌های دانشجویان یک عائله بری بودند. حتی از روی نقلی همون استودنت‌های سالهای پیشین یک قسمی همین کورپوس کلان در سالهای اول خوابگاه بوده است. خوابگاه. حتی معلم‌ها هم همجا بعضا شرشان زندگی می‌کردند. شب و روز معلم‌ها با شاگردها همراه بودند و نسبت به فن‌های همین گومانیتاری مخصوصاً زبان ادبیات تصور کنید ما بچه‌های قشلاقی در قشلاق رفتیم، با افسانه‌های بی‌بی‌ها کلان شدیم. این همین زبان ادبیات بود. زبان ادبیات همون مهر و محبتی که مثلا معلم محمدی به ما تلقین کرده بود، در همون جا همین من دقت کنم همین انکشاف یافت. من همین در وقت نوشتن معروضه ها، کارهای کرسی ما با معلم ها میشتیم. معلم های کلانسال حتی مستفید ها خیلی از ما خودشون دور نمیگرفتن. من همین معلم حسین زاده، هلال کریم، تاجیف بسیار آدم های مهربان بودن و بسیار آدم های سختگیر هم بودن. سختگیر. با توصیه استادان او به بخش اسپرانتو داخل می شود و برای ادامه تحصیل امکان پیدا می کند. حامد مجیدوف دانشگاه را با دیپلم سرخ ختم می نماید. سال 1968 بعد ختم اسپرانتو را در موضوع خصوصیت های لغوی و معنایی واحدهای فرازولوژی فعلی زبان ادبی حوزه تاجیک رساله نامزدیش را حمایت نموده سال 1973 صاحب عنوان دوسنتی می شود. سال 1995 در موضوع سیستم فرازولوژی زبان ادبی معاصر تاجیکی رساله دکتری می نویسد. یک روز در کافه مدیر کافه را توجیف بودن، هلال کریم هم شدیم، آمده گفت از من پرسیدن که فلان چیز خوانده، فلان چیز خوانده. من گفتم در کتابخانه نیافتم. او معلمت گویی نمیشد میگفت. بعد هلال کریم گفتن که خب بیا، گفتن از کتاب‌های من بر رفتم. من خیلی رفت داشتم، گفتن که بین کدامش در کار گیر. 2 تا چمدان خالی دادن. 2 چمدان پر کردن، 50 تا کتاب شد. 50 تا کتاب آوردن در همون خوابگاه زندگی می‌کردیم. من تقریبا 1 سال خواندم. 1 سال. بعد از تمام کرده بردن 10 تاش مانده به گردوندن دادن که این برای تو تقدیم کتاب نسخه‌های کهنه کتاب بود. حاضرم من استفاده میکنم یا به بچه‌ها توصیه میکنم. این خیلی مهربان آدم‌ها بودن. استاد حامد مجیدوف شخصی صاحب احترام و صاحب مقام زمان ما میباشد. هرچند که در زمان شوروی و کمال رسیدن، تربیت یافتن و علم وارد شدن و تعلیم و تربیت وارد شدن، لیکن نقش اساسی ایشان در زمان استقلال بازم روشن و واضح‌تر گردیده است. بنده با استاد سالهای طولانی باز آشنایی دارم. هنوز سال 1976 وقتی که به حیث دانشجویی سال اول شامل شدم، از روزهای نخستین بی‌واسطه مستقیما از دست استاد بهره‌مند گردیدم و استاد عزیز ما
дар курси якум аз лексикология суҳбат мекардам. аз вақти донишҷӯӣ инҷониб ман устоди бузургворро мешиносам ва соли 1974 мо вақте ки ба донишгоҳ дохил шудем, пеш аз ҳама аз дарсҳои устод баҳравар шудем ва дар он давра маҳфили забоншиносӣ вуҷуд дошт ки дар ин маҳфил устоди бузургвори мо яке аз саромадони ҳамин маҳфил буданд ва мо дар бисёр ҳолат мушкилиҳои забонро аз устоди муҳтарами худ ёд гирифтем. ҳомид маҷидов барои муваффақ шудан дар бахши забономӯзӣ аз мактаби бузурги олимони рус ва олимони маъруфи ғарб таълим гирифтааст. ҳамзамон бо маслиҳати устодони донишгоҳ тавониста қадам ба қадам мавзӯъҳои интихобнамудаи хешро таҳқиқ намояд, ки дар натиҷа мактаби илмии хешро ба миён овардааст. ҳомид маҷидовро дар фазои илми забоншиносии кишвар ва берун аз он ҳамчун як муҳаққиқи ҷӯё, ҳамчун як олими сермасъул мешиносам ва эътироф мекунам. банда ҳамчун тарбиядидаи мактаби илмии устод бо устоди азиз аз солҳои 2000 вақте ки қадамҳои аввалини хешро ба ин дар роҳи илму адаб ва факултати филологияи донишгоҳи давлатии Нури Толистон гузоштам, шиносоӣ пайдо кардем ва аввалин дарсеро ки аз устод аз шохаи илми луғатшиносӣ омӯхтем, аз ҳамон замон тавассути ана ҳамон дарсҳои бисёр хуби устод, тавассути ана ҳамон сахтгириҳои устод, тавассути дар илм озодаву шаффофият доштани устод, ҳамин меҳр дар дили мо шогирдонашон ҷо гирифт ва ана ҳамин як такондиҳандае бахшид, ки дар оянда мо баъд аз хатми донишгоҳ дар риштаи фразеологияи забони тоҷикӣ кори номзадӣ анҷом диҳем. боиси ифтихор аст ки дар факултати филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон чунин шахсиятҳое ки ҳам дар ҷодаи илм, ҳам дар ҷодаи таълим ва ҳам дар ҷодаи бурунмарзӣ онро мешиносанд, эътироф мекунанд. устод маҷидов воқеан ҳам як шахсияте ҳаст ки дар соҳаи илм эътироф шуда ҳастанд ва ман ҳамчун аввалан ҳамчун шогирд ифтихор мекунам ки аз ҳамин гуна олимоне ки аз ҳамин гуна олимон донишмандоне ки ҳам дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳам берун аз он мешиносанд, эътироф мекунанд, дарси таълим гирифтагӣ ҳастанд. бояд изҳор дошт ки илми фразеология ҳанӯз дар нимаи дуюми асри 20 ба вуҷуд омада бошад ҳам доир ба бисёр масъалаҳои он ақидаҳои эътирофшуда мавҷуд набуд. ҳомид маҷидов ки ҳамакнун барои омӯхтани мушкилоти фразеологии забони тоҷикӣ рӯй оварда буд, лозим медонист то дар ин самт ҷиддӣ машғул шавад, то натиҷаи назаррасеро пайдо намояд. дар натиҷаи омӯзишҳои пайдарпай ӯ бо пешниҳоди мақолаҳои илмӣ метавонад то таваҷҷӯҳи аҳли илмро ба ин самти забоншиносӣ ҷалб намояд. устод ҳомид маҷидов дар илми забоншиносӣ асосан дар ду самт муваффақ шудааст. яъне дар ду шохаи илми забоншиносӣ, яке луғатшиносӣ ва дигаре таъбиршиносӣ ба қавли илми фразеология, устоди мо бисёр назарияҳои тозатарин пешниҳод кардагӣ ҳастанд, ки то ба устоди мо ин назарияҳо дар шакли пароканда ва он ҳам бошад ба тариқи нусха аз забоншиносии рус гирифта шуда буд. ва дар ин самт устоди мо як қатор асарҳои бунёдӣ доранд, ки як китобҳои илмии аллакай ба чоп таълиф намуданд, ки онҳоро метавон ҷамъбасти назарияҳои даҳсолаҳои охири забоншиносии тоҷик намуд. имрӯз аз худ як мактаби бузурги илмии забоншиносиро боқӣ мондаанд, аз худ шогирдони хеле зиёде боқӣ мондаанд ва имрӯз мо бо ифтихор гуфта метавонем, ки он рисолати инсоние ки барои ҳар як инсони комил, барои ҳар як инсони шариҳ хос мебошад, эшон низ афзудан ин рисолати хеш дар зиндагӣ, дар назди таърих, дар назди ҷомеа ва мардум бо сарбаландӣ баромадаанд. устод имрӯз дар тамоми паҳлӯҳои забоншиносӣ тадқиқотҳои зиёде доранд. махсусан мақолаҳое ки аз ҷониби устод ба чоп мерасанд, мо бо ифтихор мехонем ва аз шогирди чунин устоди донишманд будан ифтихор ҳам дорем. пеш аз ҳама мо аз устод умуман аз устод мо чӣ гирифтем? якум ки аз устод мо тарзи
تعلیم دادن، طرز تربیت دادن را آموختیم. دوم آنچه که استاد به ما آموختند اون نظریه هایی بود که امروز در نگاشته های پیشینه کم دیده می شوند. یعنی نظریه های معاصر را برای ما تلقین می کنند تا ما آن را به شاگردان آموزیم. مخصوصا امروز که استاد را در جمهوری امون و بیرون از آن اساسگذاری نظریه های فرازیولوژی معاصر می شناسند، دایر به این موضوع شاگردان زیادی را آماده کردند و آماده کرده ایستادند. اکنون تحقیقات های استاد و آماده کردن شاگردان از جانب استاد فقط در سطح فرازیولوژی محدود نمی شود. شاگردان استاد در تمام پهلوهای علم زبانشناسی تحقیقات می برند، مخصوصا لغت شناسی، اسلوبیات و مانند اینها. با وجود آن علم فیلولوژی ایما من زبان ادبیات من میگم عنعنه بسیار قدیم داشت. عنعنه این همین سبب مشهور شدنش هم در دوره شوروی سبب یکی واسطه‌های خودشناسی شدنش این است که این عنعنه قدیمی ما از همون دوره حضرت رودکی و فردوسی آمده ایستاده است. مهر و محبت نسبت به ادبیات، مهر و محبت نسبت به مثلا به احتیاجات خلق و دیگر این همین آورده ایستاده است و همین عنعنه در فاکولته ما امروز هم هست و ما امید میکنم که در آینده باز بیشتر انکشاف می‌یابد. حامد مجیدوف در حیات علمی خویش با نشر کتاب‌های گوناگون حجم توانسته نازکترین بخشی زبانشناسی را به تحقیق کشد و در این راه نیز موفق شده است. پروفسور حامد مجیدوف از زمره متدیستان معروف زبان تاجیکی در سیستم مکتب‌های عالی مملکت به حساب می‌رود. حامد مجیدوف در پیراهه علم توانسته بیش از 10 نامگویی کتاب و مونوگرافیا و بیش از 200 مقاله‌های علمی ایجاد نماید که کاری سهل نبوده بلکه فعالیت خاصه و بزرگ است در علم. من فکر میکنم که امروز پدر علمی فرازیولوژی تاجیک هستند. در دیگر جنبه‌های انکشاف زبانشناسی تاجیک، مخصوصا در جنبه‌های تاریخی زبان تاجیکی، زبان ادبی یا که زبان معیاری تاجیکی و مخصوصا زبان گفتگویی ادبی تاجیکی، این کس از دانشمندانی هستند که پیشگامان این ساحه به حساب می‌روند. مخصوصا امروز در زبانشناسی تاجیک مسئله زبان معیاری گفتگویی ادبی بسیار بحث برانگیز است و صحبت‌ها و عقیده‌های خیلی گوناگون وجود دارد. دانشمندان در این باره بحث‌ها می‌کنند، صحبت می‌کنند، ولی اصلا مهم همین است که استاد ما با یک نازک بیانی این مسئله‌های زبان ادبی گفتگویی را امروز یکی از اولین ها شده برای بررسی و برای بحث مناظره با زبانشناسان تاجیک پیشنهاد کردند که این من فکر میکنم که یکی از بخش‌های مهمی زبانشناسی تاجیک به حساب می‌رود. مثلا کتاب فرازیولوژی زبان حاضره تاجیکی که سال 1982 از چاپ برآمده است، واقعا یک اثر رویمیزی زبانشناسان جوان در سمت تحقیق مسائل گوناگون فرازیولوژی، یعنی اثر یک بنیادی است و اون مثلا سیستم فرازیولوژی زبانی تاجیکی که از جانب استاد در شکل مونوگراف پیشنهادی هواداران علمی زبانشناسی گردید، در اون من با باوری کامل گفته میتوانم که همون نظریه های آخرین پراکنده که در سالهای آخر از جانب زبانشناسان پیشنهاد گردیده بودند در اون جنبه خویش را یافته است و اون یک اثری هست که تحقیقات مونوگرافی است و از اون میتوان نظریه های جدیدترین رو در ساحه علمی فرازیولوژی دریافت کردن ممکن است. در همین سمت در ساحه لغت شناسی در سمت شناخت کلمه همچون واحد مرکزی زبان استاد ما کارهای زیادی رو به انجام رسانیدند و توانستند که توسط همین نظریه های خویش در شناخت کلمه در علم زبان شناسی تاجیک و یک پیشروی‌های نظررس نائل گردیده باشد. گپ در این که آدمیزاد میگن شیر خام خوردگی است و هیچ وقت آیندهش فکر نمیکند. امروز میداند و امروز زندگی میکند، شاید این درست هم باشد لیکن گپ در این که همه اون نقشه هایی که در داره حال این نیست. اون اگر عملی شود، کتاب شود
از جانب مردم مقبول شود بعد ویا به نظرم چیزی تمام شده حساب کردن در کار. من همین راستی گفت که بسیار کوشش ها داشتم، بسیار نقشه ها داشتم، این میکنم وای میکنم، حتی بعضی نقشه های ما نتیجه هاش نیمکاره من در همین زیر همین شکاف ها جای گرفته است، ایستاده است. لیکن گفت در این که در زندگی همه روزه بسیار چیزهای به حساب گرفته نمیتونید، به نقشه برآورده نمیتونید. امروز کتاب و مقاله های او همچون کتاب روی میزی اهل علم به حساب می روند و در زمینه تحقیقی کرده او عالمان جوان دیگر رساله می نویسند و ایجاد می کنند. خدمت های شایان پروفسور مجیدوف از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مدال سابقه دار مهنت نشان علوچی معارف خلق جمهوری تاجیکستان به عنوان کارمند شایسته تاجیکستان قدردانی شدند. حامد مجیدوف کتاب های بسیاری نوشته، مقاله های گوناگون با زبان های بزرگ عالم در نشریه های بزرگ روی چاپ آورده است و امروز نوشته های او یک کار ماندگار هست در نزد تاریخ زبانشناسی تاجیک که از جانب شاگردان آموخته می شود. بر حق باید بگویم که نام خود را در کتاب زندگی ثبت نموده است. آدمی که محقق است و خواب ندارد، میدونید در خواب شبش هم باید به مثلا فکر بکنند و بعضا خواب شیرین پرتافته میبید یک سه صفحه سیاه میکنید. این معنی ندارد که در شما مثلا حل کردید، بلکه با همین اصول حقیقت واقعی جمع میشه و بعد قوی در کار که باید شما جمع بست کنید.